و محیبه، خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 ناحیه میر سید علی همدانی، غالب دور جمهوریوی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. در سال 2020 در ناحیه و ولایت جای یکم و در دور جمهوریوی جای دوم را اشغال کردند. مبارک باشد. رحمت. بابا جان عزیز و گرامی، آمدن شما را ما نورسان دیر باز انتظاره. از نام تمام کودکان و نورسان ناحیه سپاسگزاری خود را بر شما پیشوای ملت محترم جناب عالی میرسانم که توسط چنین یک آزمون با شکوه مثل فروغ صبح دانایی کتاب است ما نورسان را سرجم کرده برای بلند برداشتن ذوق کتابخوانی و حس وطن دوستی هدایت نموده، زیرا که کتاب نه تنها سرچشمه دانش بلکه دوستی بهترین، استادی بی‌منت و بی‌غرض، راهنمای و راهگشا بوده و البته ما را به قله‌های بلند معرفت پروری و زندگی آسوده می‌رساند. در جواب به همه غمخواری های شما محترم پیشوای ملت برای دانش اندازی ما نسل نورس کشور وعده می‌دهم که مؤسسه را با بهای اعلی ختم کرده در آینده وارث سینای بزرگ و پیرو اصیل پیشوای ملت خود به وطنم تاجیکستان که بهشت حقیقی روی زمین است خدمت نمایم. از توجهتان سپاسگزارم. خوش آمدید محترم پیشوای ملت و ناحیه میر سید علی همدانی. رحمت. پدر و مادرت چیکار میکنم دختر جان؟ محترم پیشوای ملت، پدرم از ناحیه میر سید علی همدانی صاحب معلومات عالی خواجگیدار و مادرم از ولایت مختار کوهستانی بدخشان از ناحیه اشکاشیم صاحب معلومات عالی خانشین می باشد. چی آرزو داره یکی؟ محترم جناب عالی، من از خورده آرزو میکردم که شما را از نزدیک ببینم و به آرزویم رسیدم. پدر و مادرت یک جهان تشکر و منتداری ما را برسان. همیشه هستیم. سلامت پیش من. حسن آفرین. سوالای باید ندارم اما سوالاشون را جواب دادید. چند سم گرفتید؟ 20,000. 20,000 گرفتم مگه؟ 20,000 آزمون دارم. محترم جناب عالی، وقت بیماری سیراتی کووید 19 جهان را به تشویش آورد، من در نزد خود مقصد گذاشتم که بعد ختم مکتب میانه و دانشگاه طبی ابوعلی پیسینا داخل شده تمام نزدیکی‌های علمی طب را آموخته به خلق وطن خود خدمت کنم. مکتب تموم کردی؟ حسابی کوتا پرزنتی همون مقصد قطعی میرسید. مرحبا جناب عالی، از تشریف و دیدارتون بسیار شدیم. خوش آمدید. سلام باشید. من علی محمد مرادیم، شاعرم. یک جان تشکر میشناسم. میدانم. برای همه اون کارهای خیر و ثوابی که برای این ملت، این وطن کردید، تمام
ملت تاجیک از شما منتدار است و شما را احترام میکند. چند روز پیش ما شاهدی دو جلسه بسیار با شکوهی بین المللی با اشتراک سران دولت ها بودیم. در هر دو جلسه هم شما رئیسی هر دو جلسه به عهده شما بود. برآمد شما را در جلسه سازمان ملل متحد بسیار با شوق تماشا کردیم. جای افتخار ماست که سرور دولت ما یک سیاستمدار در سطح بین المللی شناخته و اعتراف شده است. یک سیاستمدار در سطح بین المللی شناخته شده و اعتراف شده اند و ملت ما را، دولت ما را به جهان معرفی میکنند. تاجیکستان را که در زمان شوروی حتی در جمهوری های اتفاقی درست نمیشناختند، امروز جهان میشناسد، سخنش را گوش میکند، به پیشنهاد و درخواستهایش احترام میگذارد و آنها را دستگیری میکند. همه این ثمره تلاش های شما و سیاست دوراندیشانه شما است جناب عالی. من این سخنها را میگویم گذشته نه چندان دور پیش نظرم میآید. تاجیکستان در آتش جنگ میسوخت. برادر دشمن برادر بود. وطن ویرانه و ولنگار، مردم آواره و سرسان، خطری از بین رفتن ملت و دولت تاجیک بود. اما خداوند حکم مرگ این ملت رو نبرآورده بوده است. بنابراین یک جوان را که در دیگ سیاست نجوشیده بود به عرصه سیاست برآورد و بار سنگین مسئولیت رو به دوشش گذاشت و گفت این آتش رو خاموش میکنی، این دشمنی رو به دوستی مبدل میکنی. اون مردم آواره و سرسان رو از تمام گوشه‌های جهان جمع و گیر کرده آورده به وطن برمیگردن و این وطن خراب رو ولنگار رو از نو آباد میکنی. آن جوان شما بوده جناب عالی. آن جوان جناب عالی شما بودید که اون بار سنگین مسئولیت رو به دوش گرفتید. امر خداوند و حکم تاریخ را با سربلندی به جا آوردید و ملت را از آن ورطه هلاکت، از آن روزهای سیاه به این روزهای نیک و خوشبختی، آبادی و آزادی رساندید. این تاریخ است، این رو هیچ کس انکار کرده نمیتواند. من این گپ رو برای هموطنان میگویم، برای خصوصا برای جوانان میگویم تا که ببینند، مقایسه کنند، خلاصه برارند و به دام مکر و فریب هر کس نیفتند. باید در اطراف پیشوای ملتمان، دولتمان، حکومتمان متحد باشیم. توانایی و زوری ما در وحدت و یکپارچگی ماست. تا به کی پهلوی هم از هم جدا، ناتوان ماننده انگشت باید بود. در جهان مشت‌زوران مشت باید بود، مشت باید بود. سخت نامرد از خصم و حیله پرور میزند از پشت خنجر، همدیگر را پشت باید بود، پشت باید بود. در جهان مشت جنگی مشت خرنه، مشت زور و مشت باید بود، مشت باید بود. ما باید مشت باشیم، یک جایه باشیم در اطراف پیشوای ملتمان، دولتمان. من در آخر جناب عالی در کار بسیار وزنین و دشوار سروری دولت و پیشوای ملت به شما برای کامیابی میخوام. ما در پهلوی شما هستیم. سلامت باشید. سلامت. تشکر.
من همین اومدم من گیر میگردم شهر نو اینو بدخشان رفتم درواز رفتم مقایسه میکنم چون که از روز اول از سفرهای یکم تا این روز فراموش نکردم هر یک گوشه رفتگی هر یک دهه رفتگی من مقایسه میکنم فرق میکنند درواز شب بروی تماشا کنی یا راهی که بنیاد کردیم ما تا از دوشنبه تا درواز رسیدیم از درواز تا خاروق و کلمه رفتم موندکار و با ساختمان براها را شروع کردیم یعنی کارهای آبادانی کارخانه‌های صنعتی افسانه بود که در بدخشان کارخانه‌های چنین صنعتی بنیاد گردد صادرات نه که در داخل صادرات کردیم اساطیری که امروز کارخانه صنعتی صادرات کرده است یا که در ناحیه میسعدی علی مدانی اینا دیدیم امروز چند کارخانه‌ای که به استفاده دادن یعنی کاری نمیشدگی در دنیا نیست اولا که متخصص داشتن ماده کار دیمش که ذوق داشتن ماده کار حسی بلندی ملی وطن دوستی وطن پرستی داشتن در زبان نونی قلب موقتی کار رفتار موقتی اثبات کردن ماده کار هر نفری هر فردی که خستیم سر اول شکرانه کرده ماده کار که از خواب بیدار شد صحت سلامت هستیم که دولت داریم دولتی صاحب استقلال داریم آزاد هستیم برابر ابرقدرت ها در تمام سازمان های بین المللی دنیا که هست ما اعضا هستیم برابر همه همونا یک آواز داریم اینجا شاعر بسیار درست گفتن نه اینکه تاجیکستان را این روز میشناسند پیشنهادهای تاجیکستان من قریب 20 سال زیاد شد دایر با مسئله گلوبالی آب تاجیکستان تشبسکار است لیدر است در سازمان ملل 4 تشبس ما را دستگیری کردن حاضر تشبس 4 ما آب برای رشد استوار 10 ساله عملی شده ای ساده است تمام دنیا ده دولتداری همین است فقط تنجی آرامی سرجمی ملت در کار صلح و ثبات سیاسی در کار